روز پیش گفتم غلطی کردم، گفتم هر سوالی دارین زیر این ویدیو کامنت بذارین، من جواب میخوام بدم. امروز هم اومدیم همین کار کنیم. ببینید بیشترین و اولین سوالی که پرسیدیم سن من رو اینجا ببینید، ضرب کنید بفهمید. بریم سوال بعدی. آقا این داداشمون که نوشته اهل کجایی؟ ببینید اهلمون گفتم کجام دیگه، شیروانم. آقا من تو شیروانم. حالا دوباره گفته چند سالته که گفت سال قبلی هم همین بود. بریم سوال بعدی. فقط بچه یه چیزای نوشتین اصلا سوال نبود. یکی نوشته مثلا تیربات گرفت نوشته هاردکور برو. داج من این سواله، من گفتم سوال. ولی بگم که من یک دونه هاردکور رفتم اگه یادتون باشه، بعدش گفتم همکاری با ایلیا. بعد من اومدم مثلا اون مپ رو کپی کردم، رفتم مپ رو تو سرور زدم مثلا اینو سرورش رو بریم مثلا 2 نفره بریم. بعد یه دیدم مپ پاک شده، انگار کات کردم از اونجا. بعد الان دیگه کنسل شد، ویدیوش هم پاک کردم. آقا بریم سوال بعدی که نوشته چند وقت ماینکرافت بازی میکنی؟ ببینید فکر کنم یه 7 سالی میشه دیگه، تقریبا 4 سال توی پی سی، 3 سالم توی موبایل فکر کنم، دقیق نمیدونم. و بریم سوال بعدی و آخرینه فکر کنم. فامیل چیه؟ آقا فامیل من پروزاده است. من که نمیدونم فامیل هستیمو بگم، چون فرض من پروزادم، اسمم پرو گیمره، فامیلم پروزاده. خداحافظ. عشق تو دروغ بود دیگه، نه دیگه نه من نه دیگه، میخوام اسم تو فراموش کنم، آتیش تو خاموش کنم، حواست چشمات میگن، برق روی لبهات میگن، عشقمو به بازی گرفتی خانم، منو اشتباهی گرفتی.